این هفته خبر تو خبر داره براتون از انفجار بمب ساعتی در سراسر ایران و آوار شعار مرگ بر خامنه‌ای بر عمامه پریشون عظما. عظمای گردن شکسته بعد از گذشت 12 روز از شروع قیام یه عده از بسیجی‌های وارفته رو دور خودش جمع کرد و در یک فقره روزخوانی به تمام درز و دورزای ابای ولایت اعتراف کرد. ما هم ضعف داریم، ما هم یک جاهایی اشکال و نارسایی و نابسامانی در کارمون هست. اینجوری نیستش که ما هیچ اشکالی نداریم، هیچ مشکلی در کار ماها نیست، فقط دشمن خارجیش که داره. نه آقا، مگس روی زخم می نشینه. زخم رو خوب کنید، زخم رو نگذارید به وجود بیاد. ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، نه این شبکه ها می توانن اثر بذارن، نه آمریکا می توانه هیچ غلطی بکنه. ما مشکلاتمون رو باید خودمون حل کنیم، مشکلات داخلی رو باید حل کنیم. بله، حالا با عظمایی مواجهیم که تاقباز ولو شده روی زمین و در به در به دنبال امدادهای غیبیه. البته امام دجال آخوندا سالها پیش وقوع چنین انفجاری رو پیش بینی کرده بود و خوب میدونست که چه چیزی در تقدیر نظامشه. بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشه. و این طور بود که بنیانگذار نظام ولایت از ماه به چاه رفت. البته جوجه تئوریسیانی مثل این سرتشتک قاسمی هم از چند وقت پیش نسبت به برباد رفتن عمامه ولایت به پاسدارا و بسیجی‌ها هشدار داده بود. اما یه چیزی به ما میگه توی دلمون، همینجوری تاپ تاپ میکنه که این جماعت تخمشون رو ملخ نخورده، هستن هنوز، دم دارن تکون میدن و به دلیل متاسفانه شرایط جدید ایجاد شده همه دو مرتبه صفن در صف دارند همدیگر رو پیدا کرده بودند از قبل. اینها دو مرتبه داره اتفاقاتی میفته. توی این هیروویر یه فیلم هم از زمان فرو کردن عظما تو خم رنگرزی ولایت رو کردن که در اون کرسی ولایت رو با دست پس میزنه و با پا پیش میکشه. اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینی که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمی کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. ضربه این قیام سراسری به قدری جانانه بود که همه مور و ملخ‌های توی نظام رو گیج کرد و حسابی افتادن به جون هم. ببینید این در واقع دولتی که بینش حاکم برش بینش سرمایه‌دارانه هست، یعنی قوه ما به هر حال دولت‌های بعد از 68 رو داریم روش صحبت می‌کنیم، در مورد عمده دولت مردان، یعنی عمده نگاه حاکم بر قوه مجریه ما الانش هم همینه. بخش عمده از نگاه حاکم بر قوه مجریه ما خب نگاه سرمایه‌دارانه است. این نگاه نئولیبرالی که میگیم همینه، این نگاه سرمایه‌دارانه. هر کدومشون میخوان به شکلی تقصیر رو به گردن اون یکی بندازن. البته این ده کپکی میخواد علاوه بر تقصیر آفتابه رو هم به گردن باند رقیب بندازه.
اگه قرار ما یه آفتاب دزد رو، اگه قرار یک دزد رو تو فلان شهر لرستان تو خیابون بچرخونیم، اگه قرار یک عربده‌کش رو تو خیابون بچرخونیم، کی گفته نباید به اون مسئولین رو بیاریم به خاطر این سیاست‌های احمقانه تو بعد اقتصاد فربه الکی بادکنکی به اسم توسعه و غیره این بساط سر مردم در آوردن به محاکمه بکشیم؟ چرا کسی سراغ اون آدما نمیره؟ خب این مردم وقتی ببینن آقا صندوقات دونه دونه ورشکست میشه، طرف میاد جلو مجلس هر روز داد میگه آقا شعار داره میده، این شعاراش داره تو شبکه‌های اجتماعی پخش میشه، سوار ساختار شکن میده، هنوزم شیشه نشکسته، کفن انداخته روشش، میگه من اسلامو پله کردم، ملتو ذله کردم. اینا مثلا قرار بود به کمک همدیگه اقتدار نظام رو حفظ کنن، اما همشون به فکر خالی کردن زیر پای همدیگه. معاون وزیر کار دولت شیخ بری هم اینجوری با باند مقابل تصفیه حساب کرد. امروز در واقع خبرگزاری‌های راست ناراحتن که چرا در شهرها آشوب شده. خود چیزی رو دارین درو میکنین که خودتون تولید کردین. شما تو تورم 40% صداتون در نیومد. برای یه شوکی که روی تخم مرغ بود، الان خبرنگار داره از من سوال میکنه آقا تخم مرغ چند روز خریدی؟ من ازش سوال بکنم خانم شما نخود خریدین زمان احمدی نژاد؟ لوبیا خریدین؟ خلاصه این که زنجیره بدبختی های آخوندا شروع شده و به این راحتی هم تموم نمیشه. حالا 2 کلمه هم از خرچنگ ولایت بشنوید که زور میزنه تا یه جوری قضیه رو تموم شده جلوه بده و به ساندیسخورهای زوار در رفته روحیه بده. بر شما مردم که این چند روزه صلابتتون رو، هیبتتون رو، قدرتتون رو با راهپیمایی با شکوهتون در مقابل فتنه‌گران نشان دادید. بعد هم تیویریش رو مکلف کردن یه گزارش مسخره از راهپیمایی‌های زورکیشون پخش کنه تا بسیجی‌ها بیشتر از این وا نرن. شما نظامی هستی؟ نه. ارتشی؟ نه. زیر نظر سپاهین که اومدی واسه راهپیمایی؟ نه. واسه چی اومدیم؟ این همه گرونی و الان خب هوا خدا رو شکر هوا آلوده است دیگه. نه ببینید مشکلات ما اینجوری با تفرقه افکنی حل نمیشه. با این کارهایی که دارن میکنن، با این خرابکاری‌ها حل نمیشه. فقط دشمن شاد کردن ما رو این خرابکارا. وگرنه مشکلی حل نمیشه اینطوری. همونجور هم که میبینید هیچ کسی هم نمیده برای راهپیمایی. طرح جنگلکاری شهرداری اهواز داخل خیابان نادری انجام داده. ساعت هم الان 10:16 است. خبر خاصی هم نیست داخل شهر اهواز. از شامورتی بازی تیویریش که بگذریم میرسیم به واقعیت قضیه که توجه شما رو به یکی از نمونه‌های اون جلب می‌کنه. نیازی به هیچ شرح و تفسیری هم نداره. ببین امروز 96 مردم آوازی رو آوردن خیابون، مردم که نه کارمند و دانش آموز اینا رو. ببین یه نفرم شعارشون رو تکرار نمیکنه. اینا همه کارمندای دولتی هم. دانش آموزای اهوازی و سیستان و بلوچستانی هم سنگ تموم گذاشتن و حسابی از خجالت عظما در اومدن. این وسط سیدعلی موند و بسیجی‌های مشنگی که اوج حمایتشون از عظما یه چنین مسخره بازیاییه. مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین کافا، مرگ بر اسرائیل. گرامی می‌داریم 9 دی ماه. احتمالاً هر بسیجی که اومده بود راهپیمایی الان با دیدن این صحنه‌ها یه چنین وضعیتی براش پیش میاد.
همزمان شاهد کمپین آتش زدن کارت‌های بسیجم بودیم که علامت دیگه از پایان عمر نظام ولایته. 1 سال خورده جبهه داشتم، مجروح جنگم هستم، نمیگم جانباز، برادر شهیدم هستم. ببینید این کارت بسیج من، نگاه کنید قشنگ، این کارت بسیج من با عکس خودم، ببینید قشنگ. یعنی چی؟ یعنی خداحافظی با رژیم خونخوار جمهوری اسلامی ایران، رژیم سرکوبگر، رژیم مستبد، رژیمی که فردا روزی هم به شما رحم نخواهد کرد و فردا هم روی ترکش‌های شما شلاق خواهد زد، رژیمی که به هیچ کس رحم نمی کند، رژیم استبدادی، رژیم ظالم. شما هم به پا خیزید و کارت‌های بسیجی خود را آتش بزنید، همراه مردم، همگام با مردم، یا علی مدد. اینم حال و روز عظما موقع تماشای این ویدیوها. دلقک خمینی این هفته هم سهمش رو به مشنگستان داد و حساب بی حساب شد. من خودم تو طلبگی جوان که بودم رفتم منبر، هر چی روزه میخوندم مردم میخندیدن. خدای منبری ها اینو میگن، منم میگم، ولی مردم میخندن. یعنی مصیبت خوندن من خودش یه مصیبتی بود، نمیتونستم بگریونم. تو روزهایی که خشم و نارضایتی مردم نسبت به آخوندهای حاکم سراسر ایران رو پر کرده، این وزیر کار شیخ فری اومده توی تیوی دیش تا با مزه ریختن به خیال خودش جو رو آروم کنه. دکتر شما وزیر کار هستید، حالا از صحبت خودتون وام میگیرم، تونستید وزیری برای بیکاران باشید یا نه؟ گفت چرا سوئیس دریا نداره، وزیر دریانوردی داره. گفت به دلیل اینکه ایران وزیر رفاه داره. ما چیزا هم راجع به خودمون میشنویم میگن. نه منظور اینه که دردی دعوا شد. بله، یعنی ما منتها انقدر تشنگی زیاده که حس نمیشه. باقی برنامه‌های تیویش هم تبدیل شده به کپسول اطفاء حریق برای خاموش کردن آتش خشم مردم. منتها خبر ندارن که دوره این عد و اطوارا تموم شده و مردم کل نظام رو نمیخوان. و اما این عبارت آقازاده های فیک منو عصبانی میکنه. اتفاقا اونی که اصلیه آقازاده است، فیک نداره، پول لایتناهی رو خرج میکنه، برا بازو رو میندازه بیرون، لب استخر عکس میندازه، بعد پدره که صاحب اون پول هاست یه جای کت گشاد پوشیده 7 نمره بزرگتر از خودش، موها فرق از وسط بازه، با پژو آردی میره سر کار، مصاحبه میکنه، میگه تا روزی که زنده ام دست از نوکری مردم نمیکشه. اصلا برنامه زنده به این تیویریش نیومده. برنامه زنده میذارن، بعد از توش یه چنین افشاگری هایی میزنه بیرون، کلا کاسه کمکشون میریزه به هم. من نخست میخوام نکته‌ای رو اشاره بکنم، چون بار 4 هست که در این برنامه شرکت میکنم، در برنامه زاویه، و البته هر بار که در این برنامه شرکت میکنم از سوی دانشجویان و از سوی همکارانم مؤاخذه میشم که چرا در یک دستگاه غیر مردمی و عرض کنم دستگاهی که انگار رسالتش تولید دروغ هست شما شرکت میکنید. من ناچارم که توضیح بدم. اینجا هم که غیر مردمی بودن و دروغ فراکنیشو اعتقاد ندارم. من اتفاقا معتقدم که صدا و سیما در قلمروی به خصوص در قلمروی سیاسی به طور سیستماتیک دروغ میگه و عرض کنم که در پایان توجه شما رو به یه مجموعه جالب و دیدنی از کارهای فوق‌العاده جلب می‌کنیم که الحق و الانصاف واقعاً فوق‌العاده‌اند.